سلام و درود به رفقای همیشگی. به پادگان سری تحلیل‌های نظامی خوش اومدید. من سجاد هستم و اینجا میلیتاری MFG است. جایی که ما نه اخبار رو میخونیم، نه تیتر روزنامه ها رو تکرار میکنیم. ما اینجا هستیم تا گرد و خاک جنگ رو کنار بزنیم و ببینیم روی زمین واقعاً چی باقی مونده. امروز قراره درباره چیزی صحبت کنیم که رسانه‌های جریان اصلی مین استریم میدیا جرأت ندارن با صدای بلند بگویم. قراره پرونده‌ای رو باز کنیم که غرب تمام تلاشش رو کرد تا اون رو وارونه جلوه بده. داستان جنگ 12 روزه. داستان یک قمار بزرگ و داستان مردی که وسط هیاهوی تبلیغاتی با خونسردی کامل ایستاد و گفت پادشاه لخت است. رفقا، حتما یادتونه وقتی جنگ اوکراین شروع شد تمام کارشناس‌های اتو کشیده غربی توی CNN و BBC چی میگفتن؟ پوتین دیوانه شده، روسیه تا 2 ماه دیگه ورشکست میشه، کودتا در مسکو قطعیه. اما یک نفر بود، یک پیرمرد با چهره‌ای سنگی که 20 سال پیش گفته بود ناتو داره با دم شیر بازی میکنه. اون گفت روسیه سقوط نمیکنه، اوکراین قربانی میشه. و امروز میبینیم که طرحهای صلح ترامپ عملاً یعنی تسلیم اوکراین. اون مرد جان میرشایمر است، بزرگترین مغز متفکر زنده در دنیای روابط بین الملل. پدرخوانده مکتب رئالیسم تهاجمی. کسی که دنیا رو اون جوری که دوست دارین باشه نمیبینه، دنیا رو اون جوری که هست میبینه، خشن، سرد و مبتنی بر قدرت. حالا همین آقای میرشایمر ذره‌بینش رو گذاشته روی جنگ اخیر ایران و اسرائیل و چیزی که دیده با اون چیزی که نتانیاهو و پنتاگون سعی دارن به خورد ما بدن 180 درجه فرق داره. امروز میخوایم تحلیل میرشایمر رو کالبوت شکانی کنیم. تحلیلی که میگه اسرائیل در یک باطلاق استراتژیک گیر کرده و ایران بازی رو در زمینی برده که حتی داورها هم علیهش بودن. کمربندها رو محکم کنید، میخوایم بریم به عمق ماجرا. فصل اول، افسانه شکست و واقعیت روی میز. بیایید برگردیم به روزهای اول درگیری. روایت غالب چی بود؟ رسانه‌های غربی از فاکس نیوز گرفته تا یورو نیوز یه سمفونی هماهنگ رو شروع کردن. اسرائیل حمله کرد، ایران تحقیر شد، توان نظامی تهران نابود شد. یه عده داخل ایران متاسفانه بدون داشتن سواد استراتژیک فقط اکو صدای اونا شدن. میگفتن آقا ما 10 باختیم، پدافندمون آبکش شد، همه چی رفت. اما بیایید احساسات رو بذاریم کنار. توی دنیای نظامی برد و باخت با تعداد لایک‌های توییتر یا جیغ و داد رسانه‌ها سنجیده نمیشه. برد و باخت فقط و فقط با یک معیار سنجیده میشه. آیا به اهداف رسیدی یا نه؟ جان میرشایمر با اون نگاه سرد و جراحگونش میاد وسط و میگه صبر کنید. اسرائیل اصلا چرا وارد این جنگ 12 روزه شد؟ هدف چی بود؟ اسرائیل 2 هدف حیاتی و اعلام شده داشت. 2 ستون که قرار بود سقف امنیتش رو نگه دارن. هدف اول نابودی کامل چرخه سوخت و توان غنیسازی ایران. یعنی میخواستن ایران رو از نظر اتمی عقیم کنن. هدف دوم ایجاد فروپاشی داخلی. اونا میخواستن با بمباران و فشار روانی جامعه ایران رو به نقطه جوش برسونن تا مردم بریزن تو خیابون و کار نظام رو تموم کنن. میرشایمر اینجا یه نکته ترسناک برای غرب رو باز میکنه. اون میگه اسرائیل انتظار داشت ایران رو 10 سال به عقب برگردونه. اما ایران نه تنها عقب نرفت، بلکه حالا با اراده‌ای پولادین‌تر داره مسیر رو ادامه میده. و اینجام یه خبر محرمانه رو هم قاطی تحلیل کنیم که میرشایمر بهش اشاره‌های ریزی میکنه و منابع اطلاعاتی هم تاییدش کردن. داستان فقط اورانیوم نیست. خبرهایی هست که تعاملات نظامی دانشمندان ایرانی با روسیه به سطح جدیدی رسیده. بعضی گزارش‌ها میگن دانش فنی که غربی‌ها سالها تحریم کرده بودن حالا داره از سمت مسکو به تهران سرازیر میشه. چرا؟ چون روسیه و چین به این نتیجه رسیدن که ایران اتمی یا ایران دارای بازدارندگی بالا دیگه تهدید نیست، بلکه یک وزنه تعادل در برابر جنون آمریکاست. این یعنی تغییر کامل صفحه شطرنج ژئوپلیتیک. فصل دوم، تئوری دیگ بخار و جامعه ایران. حالا بریم سراغ هدف دوم اسرائیل، فروپاشی از درون. تئوری اسرائیل این بود:
ما زیرساخت‌ها رو میزنیم، فشار روانی میاریم و مردم ایران که تحت فشار اقتصادی هستن مثل دیگ بخار منفجر میشن و علیه حکومت قیام میکنن. میرشایمر اینجا یه درس بزرگ به استراتژیست‌های آماتور میده. اون میگه شما روانشناسی ملت‌های با هویت تاریخی رو نمیشناسید. وقتی دشمن خارجی حمله میکنه، وقتی بمب روی خاک یک کشور میفته، اثر معکوس رخ میده. بهش میگن rally round the flag effect یا همون گرد همایی دور پرچم. به جای اینکه مردم بریزن تو خیابون و علیه حاکمیت شعار بدن، یه حس ناسیونالیسم دفاعی بیدار شد. حتی کسانی که منتقد وضعیت اقتصادی بودن، وقتی دیدن یک رژیم خارجی داره خاکشون رو میزنه، گارد گرفتن. میرشایمر میدیم نتیجه این حملات انسجام داخلی ایران رو بیشتر کرد. اسرائیل ناخواسته چسبی شد که شکاف‌های اجتماعی ایران رو ترمیم کرد. الان روایت غالب در دنیا چیه؟ شاید تو رسانه‌های غربی هنوز رجز بخونن، اما در محافل آکادمیک و نظامی عددها حرف میزنن. 60% تحلیلگران مستقل معتقدن ایران پیروز این دور بود. اما در منطقه خاورمیانه این عدد خیلی بالاتره. اعراب منطقه دیدن که اسرائیل با تمام زورش اومد، زد، ولی ایران هنوز ایستاده و داره لبخند میزنه. این یعنی شکست تصویر شکست نپذیری اسرائیل. فصل سوم، افسانه گنبد آهنین و واقعیت موشک‌های ایرانی. بذارید یکم فنی بشیم. من عاشق این بخشم. بحث پدافند. اسرائیل همیشه به سیستم‌های چند لایه‌اش نازیده. گنبد آهنین یعنی آیرون دوم برای راکت‌های کوتاه برد، فلاخن داوود یعنی دیوید اسلینگ برای میان برد و سیستم‌های اورو یعنی ارویده و تری برای جو و خارج از جو، به اضافه سیستم‌های تاد یا ثیاد و ایجیس‌های آمریکایی که اومدن کمک. میرشایمر میگه ایران نشون داد که سیستم‌های دفاعی پیشرفته نمیتونن امنیت مطلق بیارن. طبق آمارهای واقعی، نه اون چیزی که سخنگوی ارتش اسرائیل میگه، ضریب اصابت موشک‌های ایرانی چیزی حدود 65% بوده. رفقا، 65% رد شدن از متراکم‌ترین شبکه پدافندی جهان یعنی فاجعه برای اسرائیل. یعنی هیچ نقطه امنی وجود نداره. ایران چیکار کرد؟ ایران از استراتژی تنوع و اشباع استفاده کرد. موشک‌های بالستیک سنگین مثل عماد و قدر در کنار هایپرسونیک‌هایی مثل فتاح قاطی شدن با پهپادهای انتحاری و کروزا. این ترکیب رادارهای کنترل آتش رو گیج میکنه، یعنی اوورلود میکنه. میرشایمر تأکید میکنه هر مرحله جدید از جنگ برای اسرائیل خطرناکتره. چرا؟ چون ایران هنوز تمام کارتاش رو نکرده. دقت کردید؟ ایران در این جنگ 12 روزه بیشتر از موجهای قدیمی استفاده کرد. هنوز خیلی از موشک‌های نسل جدید و سیلوهای مخفی دست نخورده باقی موندن. این همون چیزیه که خواب رو از چشم ژنرال‌های پنتاگون گرفته. اونا میدونن که اگر دور بعدی شروع بشه، ایران دیگه خویشتندری نمی‌کنه. دوره بزن و در رو تموم شده، الان دوره یکی بزنی 10 تا میخوری، اونم با کلاهک‌های سنگین‌تره. خب رفقا، بحث داره خیلی داغ و حساس میشه. قراره در ادامه بریم سراغ کابوس تنگی هرمز و اینکه چرا آمریکا داره دست و پاش رو گم میکنه. ولی قبلش ببینید یوتیوب الگوریتمش جوریه که تحلیل‌های واقعی و خاکستری رو خیلی دوست نداره پروموت کنه. اونا عاشق محتوای زرد و هیجانی هن. اگه میخواید صدای رئالیسم و واقعیت نظامی ایران به گوش بقیه هم برسه، همین الان اون دکمه لایک رو بکوبید. این کمترین کاریه که برای حمایت از ما میتونید بکنید. و اگر هنوز جزء خانواده میلیتاری MFG نشدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم روشن کنید. ما اینجا چیزایی رو میگیم که بقیه جرأتش رو ندارن. خب، بریم سراغ ادامه ماجرا. فصل 4، شاهرگ انرژی و کابوس بایدن. برگردیم به تحلیل استاد میرشایمر. یه نکته‌ای که خیلی ها ساده از کنارش رد شدن ولی میرشایمر روش دست میذاره، بحث اقتصاد جهانی و تنگی هرمز است. تا قبل از این خیلی از کارشناسای غربی میگفتن ایران نمیتونه تنگی هرمز رو ببنده. نیروی دریایی آمریکا اونجاست.
اما جنگ‌های اخیر و نبردهای نامتقارن دریایی، چیزی که یمنی‌ها هم یه چشمش رو تو باب المندب نشون دادن، ثابت کرد که بستن یک تنگه دیگه نیاز به ناو هواپیما نداره. الان با بغلوا میشه تنگه رو بست. منظورم چیه؟ منظور مینهای دریایی هوشمند، قایق‌های تندرو بدون سرنشین و موشک‌های کروز ساحل به دریاست. میرشایمر میگه تهدید ایران به بستن تنگه هرمز الان معتبرتر از هر زمان دیگری است. آمریکا این رو میدونه. ترامپ و تیمش میدونن که اگر یک درگیری جدید رخ بده و ایران اراده کنه جریان نفت رو قطع کنه، قیمت نفت میره روی $200 $300. این یعنی چی؟ یعنی تورم وحشتناک در اروپا و آمریکا. یعنی شکست قطعی دموکرات‌ها در هر انتخاباتی. یعنی شورش در خیابان‌های پاریس و لندن. هیچ قدرت بزرگی، تکرار می‌کنم، هیچ قدرت بزرگی در حال حاضر تحمل چنین شوک اقتصادی رو نداره. آمریکا الان خودش درگیر بحران‌های داخلیه، بدهی ملیش سر به فلک کشیده و جامعهش دو قطبی شده. اونا نمیخوان و نمیتونن وارد جنگی بشن که پایانش بازه و هزینه‌اش نامحدود. برای همین بود که دیدیم در اوج تنش‌ها آمریکا مدام پیام میفرستاد تو رو خدا نزنید، تو رو خدا تمومش کنید. اسرائیل میخواست پای آمریکا رو بکشه وسط میدان، اما آمریکا مثل کسی که داره غرق میشه سعی کرد خودش رو بکشه کنار. میرشایمر میگه آمریکا به دلیل ساختار لابی اسرائیل مجبور شد حمایت کنه، ولی از نظر استراتژیک این جنگ سمی بود برای واشنگتن. فصل 5. رقص روی لبه تیغ، پرونده هسته‌ای. خب رفقا، برسیم به فیل وسط اتاق. چیزی که همه ازش میترسن ولی کسی جرأت نداره بلند بگه. بمب. جان میرشایمر تو تحلیلش آب پاکی رو میریزه رو دست همه. اون میگه داستان این که ایران داره هسته‌ای میشه یا نه دیگه یه بحث فنی نیست، یه بحث زمانه. بذارید براتون بازش کنم. غربی‌ها اصطلاحی دارن به اسم زمانگریز، breakout time. میرشایمر میگه ایران الان کجاست؟ ایران روی غنیسازی 60% نشسته. فاصله 60% تا 90% که یعنی سوخت بمب از نظر فنی هیچ هست. شاید کمتر از 1 ماه. یعنی اگر همین الان که من دارم با شما حرف میزنم تهران تصمیم بگیره تا ماه دیگه مواد لازمو داره. اما و این اما خیلی مهمه. میرشایمر یه تفکیک قائل میشه که خیلیا بهش دقت نمیکنن. اون میگه ساختن سلاح هسته‌ای 3 مرحله داره. مرحله اول غنیسازی تا 90% که ایران تقریباً اینجاست. مرحله دوم طراحی و ساخت خود بمب، یعنی فلزکاری اورانیوم و ساخت چاشنی انفجاری. میرشایمر میگه این حدود 1 سال زمان میبره. مرحله سوم مینیاتوری کردن بمب برای سوار شدن روی کلاهک موشک. این سخت‌ترین بخشه. یعنی شما باید یه بمب رو اونقدر کوچیک و مقاوم کنی که توی دماغه موشک شهاب یا خرمشهر جا بشه و موقع بازگشت به جو و زمین نسوزه. این پروسه 18 تا 24 ماه زمان میخواد. حالا نکته ترسناک ماجرا کجاست؟ شایعاتی هست، گزارش هایی هست که میگه شاید ایران توی اون تعاملات نظامی اخیر با روسیه یه سری میانبر زده باشه. اگر روس‌ها داده‌های تهنیه مرحله دوم و سوم رو به ایران داده باشن چی؟ اون موقع این زمانبندی‌ها به هم میریزه. ولی میرشایمر به عنوان یک رئالیست میگه تا امروز هیچ نشانه قطعی وجود نداره که ایران تصمیم سیاسی برای ساخت بمب گرفته باشه. چرا؟ مگه داشتن بمب امنیت نمیاره؟ اینجاست که نبوغ استراتژیک ایران معلوم میشه. ایران دنبال بازدارندگی بالقوه است. یعنی چی؟ یعنی میخواد مثل ژاپن باشه، کشوری که بمب نداره ولی همه میدونن اگر اراده کنه تو 3 سوت میسازه. این وضعیت آستانه هسته‌ای خودش بزرگترین ابزار فشاره. ایران تفنگ رو روی میز نذاشته اما دستش روی زامنه و همه این رو میبینن. فصل 6 مرگ دیپلماسی و بنبست مذاکرات. حالا شاید بگید خب سجاد نمیشه مذاکره کرد؟ نمیشه برگشت به برجام؟ میرشایمر خیلی راحت میگه نه، فراموشش کنید. چرا؟ چون دو طرف به خطوط قرمزی رسیدن که مثل آب و روغن با هم قاطی نمیشن.
اسرائیل سال‌هاست داره گلوی آمریکا رو فشار میده که ایران باید غنیسازی رو کامل بذاره کنار. صفر. از اون طرف ایران سال 2015 یه بار اعتماد کرد، بتون ریخت تو قلب راکتورش، ولی چی تحویل گرفت؟ خروج ترامپ، تحریم و ترور. ایران دیگه اون ایران 2015 نیست. ایران امروز فهمیده که تضمین کتبی آمریکا پشیزی ارزش نداره. تنها تضمین سانتریفیوژهای نسل جدید هستن که دارن میچرخن. میرشایمر میگه مذاکره جدی در آینده نزدیک غیر ممکنه، چون حتی اگر دولت بایدن یا هریس یا هر کس دیگه‌ای بخواد توافق کنه، لابی اسرائیل توی واشنگتن اجازه نمیده و ایران هم با بی‌اعتمادی مطلق سر میز میشینه. وقتی اعتماد صفر باشه، دیپلماسی میمیره. پس منتظر توافق بزرگ نباشید، منتظر مدیریت تنش باشید، نه حل تنش. فصل هفتم، ارباب حلقه ها یا لابی اسرائیل در آمریکا. این بخش مورد علاقه خودمه، جایی که میرشایمر تخصصش رو داره. کتاب معروفش لابی اسرائیل سالهاست تن خیلیا رو لرزونده. اون میگه آغازگر این تنش اخیر اسرائیل بود، اما چرا آمریکا وارد شد؟ مگه آمریکا نمیخواست تمرکزش رو بذاره روی چین؟ مگه آمریکا نمیخواست از خاورمیانه بکشه بیرون؟ پس چرا دوباره ناوهاش رو فرستاد اینجا؟ جواب یک کلمه است: لابی. میرشایمر با صراحت میگه این جنگ در راستای منافع ملی آمریکا نبود. واشنگتن نمیخواست وارد جنگ بشه، اما ساختار سیاسی آمریکا گروگان تل آویوه. آیپک و لابی‌های قدرتمند صهیونیستی الان از 20 سال پیش هم قوی ترن. اونا تونستن سیاست خارجی ابرقدرتی مثل آمریکا رو جوری گروگان بگیرن که حتی وقتی اسرائیل داره تو غزه نسل کشی میکنه و این کلمه رو خود میرشایمر استفاده میکنه، بایدن مجبور باشه سلاح بفرسته. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا دیگه بر اساس منافع خودش تصمیم نمیگیره، داره بر اساس ترس از لابی تصمیم میگیره و این شروع پایان امپراتوری آمریکاه. وقتی دوم یعنی اسرائیل شروع میکنه به تکون دادن سگ، یعنی سیستم خرابه. فصل هشتم، زلزله بزرگ، شورش نسل زد. اما رفقا، هیچ قدرتی ابدی نیست. میرشایمر یه نور امید رو توی تاریکی نشون میده. یه تغییر بزرگ که داره زیر پوست جامعه آمریکا رخ میده. اون میگه افکار عمومی آمریکا داره به شدت تغییر میکنه. دانشگاه‌ها رو دیدید؟ کلمبیا، هاروارد، ییل. دانشجوهایی که وسط آمریکا پرچم فلسطین دست میگیرن. اینا کیان؟ اینا رهبران، سناتورها و روزنامه‌نگاران 10 سال آینده آمریکان. میرشایمر میگه لابی اسرائیل الان زورش زیاده. داره با پول و فشار رسانه‌ای این صداها رو خفه میکنه. اما نمیشه جلوی تغییر نسل رو گرفت. یه اسم رو یادتون باشه: زهران ممدانی و امثال اون. میرشایمر پیش بینی میکنه که در انتخابات‌های آینده چهره‌هایی وارد کنگره میشن که دیگه از آیپک نمیترسن. کسایی که علنا میگن اسرائیل یک رژیم آپارتایده. این یعنی چی؟ یعنی چکه سفید امضای آمریکا برای اسرائیل داره تاریخ انقضاش سر میاد. میرشایمر یه تاریخ میده: 2026 و 2027. اون میگه اگر این روند ادامه پیدا کنه، ما شاهد یک زلزله در کنگره خواهیم بود. روزی که آمریکا بگه دیگه بس است، روز مرگ استراتژیک اسرائیل خواهد بود. اسرائیل بدون حمایت آمریکا توی این منطقه دوام نمیاره و ایران فقط کافیه صبر کنه و تماشا کنه. فصل نهم، افق کور و طرح‌های سوخته. یه اشاره ریز هم به طرح‌های صلح ترامپ و بقیه بکنیم. میرشایمر میگه اینا همش شوآف هست. طرح ترامپ یعنی تسلیم کامل. اسرائیل دنبال صلح نیست. اسرائیل دنبال پاکسازی غزه است. اونا میخوان غزه رو غیر قابل سکونت کنن تا مردم خودشون برن. برای همین نه اجازه بازسازی میدن، نه اجازه ورود کمک. میرشایمر میگه بدون یک افق سیاسی برای فلسطین هیچ آتش بسی پایدار نیست. شما نمیتونی مردمی رو که چیزی برای از دست دادن ندارن با بمب ساکت کنی.
مقاومت دوباره جوونه میزنه و تا وقتی مسئله فلسطین حل نشه منطقه روی انبار باروت میمونه. پس هر کی اومد گفت طرح صلح بزرگ قرن، بدونید داره دروغ میگه. هدف فقط خریدن زمانه. جمع‌بندی نهایی، نقشه راه ایران. خب رفقا، بیایید نخای این کلاف رو به هم گره بزنیم. جان میرشایمر، بزرگترین تئوریسین رئالیسم جهان، چی به ما گفت؟ جنگ 12 روزه برای اسرائیل یک شکست استراتژیک بود، چون نه هسته‌ای ایران متوقف شد، نه نظام فرو پاشید. ایران الان به یک قدرت آستانه هسته‌ای تبدیل شده که دیگه نمیشه بهش حمله نظامی کرد. آمریکا گیر لابی اسرائیله، اما نسل جدیدش داره علیه این بردگی طغیان میکنه. حالا ایران باید چی کار کنه؟ میرشایمر نسخه رو میپیچه. استحکام در درون، صبر در بیرون. ایران توی منطقه کارش رو کرده. بازدارندگی ایجاد شده. موشک‌ها کار میکنن. الان وقتشه که ایران تمرکزش رو بذاره روی داخل، روی اقتصاد، روی کارآمدی. اگر ایران بتونه یک دولت ملی، سالم و ضد فساد داشته باشه که اقتصاد رو سامان بده، اگر بتونه رضایت مردم رو هم مثل امنیتش تأمین کنه، اون وقت چی میشه؟ اون وقت ما به سال 2027 میرسیم. جایی که اسرائیل در اوج بحران داخلی و انزوای جهانی، حمایت آمریکا رو از دست داده و ایران به عنوان قدرت بلا منازع منطقه داره نظم جدید خاورمیانه رو می‌نویسه. نظمی که این بار قدرت‌های خارجی توش تصمیم گیرنده نیستن. خود ملت‌های منطقه تصمیم می‌گیرن. این همون افق سیاسی واقعیه که ما دنبالشیم. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود سنگین همراه من بودید. این تحلیل رو برای هر کسی که فکر میکنه کار تمومه بفرستید تا بفهمه بازی تازه شروع شده. لایک و سابسکرایب یادتون نره که سوخت موشک‌های کانال ماست. تا تحلیل بعدی هوشیار باشید و رئالیست بمونید. یا حق.